سلام از هیمنم. در خوازم ویدیو سوم که من هنی سراغ بحث بعدی. پس من در مورد گوتنی در مورد دیبی گپ کنی، در مورد کالم گپ کنی، نوسکیلن رو گپ کنی، اسکیسیور گپ کنی، یه سری تشنان گشنی که تا یه حد. حالا الان در خوازنی که من در واقع جزئی تر هنه گپ کنیم. خب ام اوی دورا در خوازنی در واقع به دیتابیس اسکیل سرور کار کنی. پس ام در خوازنی که من در مورد اسکیل سرور گپ کنی، چون چه من در مورد در واقع اسکیل سرور. خب اسکیل سرور هر جا گوش گپ کنی، اسکیل سرور یک RDBMS RDBMS که گلک مزنه RDBMS مایکروسافت باشه، یک کمپانی مایکروسافت مزنترین کمپانی هده او اس ویندوز نیستی ها که توش دنیا اما پی اسکیل سرور کار داریم. اما تو بخواستم پی اسکیل سرور کار کنی، در واقع اسکیل سرور آخر گره در واقع اطلاعاتان سبکه و اطلاعات آغازین عوض آلش کنی و آغازین حذف کنی دیلیت کنی و اونا یه سری دستور داده یه سری توشتان اجازه ها. مثلا فکر الان کرمانجی گفت کنه زمان انگلیسی گفت کنه سینتکس خیلی ساختار خیلی با ساختار مشخص خیلی اجا آغازی بیجی رندی مثلا آغازی بیجی حالت چره توشتک دی حالت چره هر توشتیم ارته زمان کامپیوتر جا کنه هر توشته زمان اخه و دو آغازی برنامه‌نویسی دات نت کار که زمان اخه دو آغازی برنامه‌نویسی در واقع سی شارپ کار که زمان اخه هر کی جا نونا در واقع زمان اخه هر کی جا نونا پس زمان اخه قاعده خه سینتکس اخه و ناخه. پس اما از اسکیل سرور کار کنی گره اشار کنی یه زمانه بزانی زمانه و زمان استاندارد زمان حالا زمانه بیان زمانه که پیس کار کنی و دست سینتکسان لیخنی آغازن دیتابیس چک کنی دیگه تی اس کیل بزانی که به اساس روی ساختار زمان هنی مثلا کرییت دیتابیس نوی دیتابیس لیخن آغازن تیبل چک کنی کرییت تیبل نوی تیبل حالا کالمه بنویس و ناگه زمانه تی اس کیل حاضر دیتا ریتیا درک حاضر بگیره دستور سلکت میسی. پس زمانه که خواستنی کار کنی به اسکیل سرور زمانه تی اسکیل گلک زمان دستور سلکت آپدیت اینسرت کرییت دیتابیس کرییت تیبل و گلک در واقع دستور داره. پس چرا پس گیش نمیگه چیا که گره اسکیل سرور بزاننی گیش نمیگه که گره تی اسکیل بزاننی تا که اسکیل سرور چه خواهی اسکیل سرور در واقع سرویس خواهی توی دیتا هر از ذخیره که در واقع تو دستور دانیسی از دستوری تا اگر کارت انجام داده و که کسا بی کار انجام بده کسا چی از سرویس اسکیل سرور از اسکیل سرور یه سری سرویس خواه که مسئول اونا کار انجام بده دیگه که اونا سرویس ها که سرویس مهمه بیه سرویس انجینه در واقع ایجنت و گلک سرویس دارن در واقع سرویس ها فرق گپ دارن. پس در اسکیل سرور گپ کنیم بودن یه RDBMS زمانه بخوازی گپ که زمانه TSQL بزنی گلک TSQL یه سری سرویس خواهی که وظیفه به کاری که تو بیجی انجام بدی خواهی او
سرویس ها ممتن سرویس انجینه و حالا سرویس دنجی خواهی بیا هم گره اینستال کنی اینستال کنی هرکنی بی هف دعوی ننی خب غیر اینستال انگره ارتی درک تا هم ببنده نوت انیستم خب سوز که سرور جی بیاد توشتا دستورات درک بنویسی ابزار که بس SSMS خب پس ابزار من اول ابزاری که مشهور کنه SSMS خب بعدی که گره انجین اسکیل سرور گن است پس به SSMS هم دستوری خواهی نیستنی انجین دستوری من اجرا کرد پس گم بنا دوزیانا نصب کنیم یک ابزار من پس واو یک ابزار من واو من در مورد ETL گپ کنیم چرا گفتن که اطلاع داد مثلا در مختلفه سورس مختلفه واسه برژن درک ده و فرنده ETL یکی از ابزار ETL SSIS و ابزار در مورد بیا گپ کنیم ما گشتیم در مورد گپ کنیم بعد بیشتر خواهیم به SAS درسته واسه SAS ابزاری بعدی و نه ارته هر دو ارته قالب SSDT و نه قالب SSDT شکلی نصب کنیم خب پس شو ما بودن 1 2 3 پاور بی آی گره در واقع سا بحث داشبورد خواهیم پاور بی آی نصب کنیم از این داشبورد چکنیم بیش گپ تا کنیم در خب کلان آغازم کلیات بشیم پس گیشتنی در رو که اسکیل سرور دستوری چیه زمانه چیه سرویسی چیه ابزاری که لازم خانی چیه و انشاءالله ایدنه در ویدیو بعدی بیشتر در مورد انشاءالله گپ تا کنیم